اگه بالاترین برج دنیا رو ببری بذاری بالای کوه اورست، فکر میکنی چند ساعت دوام میاره؟ درست 8850 متر ارتفاع داره. اون بالا اکسیژن تقریبا نصف سطح زمینه. کارگرها بدون کپسول اکسیژن حتی نمیتونن درست فکر کنن. دما تا منفی 60 درجه میرسه. بتن میترکه. فلز شکننده میشه. بادها بالای 200 کیلومتر بر ساعته. انگار برج دائم تو طوفانه. یخزدگی زمین اجازه فانداسیون عمیق نمیده. حمل مساله فقط با هلیکوپتره. اونم با ریسک سقوط. زلزله‌های ریز کوهستانی کل سازه رو ناپایدار میکنه. حتی نگهداری و تعمیر برج از ساختش خطرناکتره. یه اشتباه کوچیک ایکوالز فاجعه بزرگ در بلندترین نقطه زمین. از نظر مهندسی تقریبا غیر ممکنه. از نظر عقل اصلاً منطقی نیست. اگه از این دانستنی‌های خفن معماری خوشت میاد، همین الان کانال امین صدر رو سابسکرایب کن.